مشکلی داریم با با یکی از اهالی ناف تهران که به وسیله دستگاه ساتلایت نایت لاین مدعی الامور انجام شده. خواهش می‌کنم که توجه بفرمایید. الو ساتلایت، الو، سلام بر تو هموطن جان. من از آمریکا با شما صحبت میکنم. یونایتد استیت آف آمریکا نایت لاین مدعی العموم. ای خوش به حالت که ای مرگ بر اون امپریالیسم جهانخوار. نه شرقی نه غربی، خوش به حالت تو غربی. نه شرقی نه غربی، خوش به حالت تو غربی. هموطن جان معلوم نیست تو داری شعار میدی یا داری دعا میخونی، کدوم یکیه؟ آقا من به عنوان یک امت مستضعف آقا نواراتون هر هفته میبینم، قربون اون صدات که داری خوب میزنی. بزن نشنقی نغربی. آقا ببینم میخواستم چند تا سوال بکنم، میتونی جواب بدی؟ میشه یا؟ آقا مایی که داریم به خاطر شماها جون میدیم، جواب که دیگه قربش برم قابلی نداره که. آقا قربت برم تو داری به خاطر امام جون میدی، بعد منتش سر ما میذاری. عجیب. جالبه. چرا ما؟ البته یک جان که قابلی نداره. 100 تاشم داشته باشیم در راه امام میدیم آقا. در راه امام جونمون رو 100 تاشم میدیم آقا. صحیح. اگه شما اون طاغوتیای فراری نبودین و مملکت رو اینجوری نمیچاپیدین و در نمیرفتین که الان امام و امام بازی نبود، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نبود آقا. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی آقا. حالا عزیز جون ما که از درد وجدان داریم اینجا بیچارگیشو میکشیم و داریم چوبشو میخوریم، تو بگو وضعتون چطوره؟ شنیدم که خیلی خرابه. که با بودن امام و الباقی همیشه در صحنه که خدا انشالله سایه‌شون رو حتی از سر ما کم بکنه. بفرمایین آمین آقا. آمین آقا. کم بکنه. بله آقا جون من به این رهبرای اپوزیسیون بگین بالا غیرتاً بیاین و دست از این امت بیچاره بردارید. مگه میشه؟ چطور نمیشه؟ بگین شمایی که با اون همین کبکبه و دبدبه و اسلحه و زور و قدرت و ارتش نتونستین توی مملکتون کاری بکنین و پا شدین همتون در رفتین، آخه چطوری بالای اون گد نشستین و با تایید و تکذیب همدیگه، با قهر و آشی با همدیگه، با پول گرفتن و زد و بند با خودی و ناخودی میخواین که این ملت بیچاره رو بیچاره تر بکنید. بگید آقا جون من توی همون فرانسه با همون پاسپورت های فرانسویتون بمونید. خدا رو شکر که دیگه این رادیوها و روزنامه ها هم که دیگه شنونده و خواننده نداره. هم به زبون فرانسوی پخش کنید. منتها آقا کاری به کار این امت بیچاره نداشته باشید، یعنی نذارین که دیگه بیشتر از این به خاک سیاه نشسته باشه آقا. خیلی خب من میدونم که نمیتونی بیشتر از این حرف بزنی، با یه علامت سری مثلا میتونی بگی وضع چطوره؟ اگه وضع خیلی خرابه پاشو وایسا، اگه خیلی خیلی خرابه همونجا بیشی. اعلام کنم که خدایا خوابید. خدایا آقا یعنی تا انقلاب بعدی خمینی رو نگهدار، خمینی رو نگهدار. خدایا خدایا تا انقلاب بعدی خمینی رو نگهدار، خمینی رو نگهدار. Ladies and gentlemen,